زندگی اینجا خیلی سخته. همش بدبختی نه، خوراک داره، آب داره، چیزی داره، همین بدبختی زندگی میکنه. اینجا دیگه زندگی نیست، میریم یک جای کار بکنه، روزی که پیدا بکنه بیایم بخوریم، زن و بچه هم میده. زندگی اینجا چی هست؟ بدبختی زندگی. نه آب داره، نه مثلا خوب این غذا داره، نه ماشین موتور چیزی داره. بدبختی زندگی میکنن. گرونه های واقعا برای مردم خیلی گرون تمام شده، خیلی سخته برای اینا خودش دامپرورن، کشاورزی دامپروری میکنن. 4 تا 5 گوسفند دارن، میرن صبح تا ظهر میان، شب میان، بچه‌هاشون همینجوریان. اینجا که مثلا شرایط گرونه کلی مثلا گرونه نمیرن مغازه، خودشون مثلا اینجا سبزی میکارن، بادمجون فلفل امور زندگی میکنن، همین میخورن. شب روز بادمجون و همینجا دیگه نمیتونن برن بخرن، برنج گرونه، شکر گرونه، پول ندارن. آدم فقیرن دیگه. او مردم داتکن گپ جته کو دو تا نفر آمده گپ نکن یار ما بلوچی کنه. خونه من یک بار آب برده، الان که گل دادم نشستم. این روستا نزدیک 50 تا خانوار است، 50 خانواره و متاسفانه این جاده دسترسی به مثلا جاده اصلی ندارن و توی الان که نزدیک دارن استارت زدن برای شین ریزی 10 روز بعد یک بار مثلا سرویس میاد برای اینا که یعنی شین تا ببرن به جاده و خونه که وایستاده کردن ببین گلیه و اینا مثلا یعنی که اینجا بنیاد مسکن متاسفانه خونه نداده، یعنی که از گرگرو که مثلا اینجا باشه که مثلا که مسدود کنن، نه متاسفانه نه اینجا گرگروکی است نه چیزی است، متاسفانه اینجا شورا هم ندارن و دهار هم ندارن. از این مشکل و یعنی محروم بنیاد مسکن خونشون هستن. بعضیا تو یه خونه نزدیک 3-4 خانوار هستن مشترک زندگی میکنن، اونم چه خونه کشتگیلی و وقتی که بارون میباره کلا سقفشون متاسفانه میریزه. بهترین نیاز مردم واقعا شناسنامه، چون از زمان 40 سال قبل شناسنامه ندارن. چند بار رفتن ثبت نام کردن ولی شناسنامه ندارن. اینا میگن که شناسنامه دانش آموزای پسر دخترشون همینجوری از تحصیل لگا میمونن، اصلا نمیذارن مدرسه، شناسنامه ندارن اینا. پهله ما گر گئی امدالو پشتولی گپ کش ما یکتی مرتبه تیک من آرزو دارم خانم معلم بشم.